السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این حال الحمدلله که ما در شهر مسکو هستیم و در جو مکان ما اولیتسا میکر رایون پیرومایا دوم 29 رقم هایی که در روی اکران میبینین. این جو مکانی خودمانه که ما در جهت ویسنس یعنی نیسیون گفتی رسو، یعنی جوابگاری و سوال جواب همش در گردن ما، در ذمه ما. میتونه که انشالله حجامه بیاین. این حال هر انسانی که حجامه میایه برای او یک دوخی داده میشه و یک تاقیه که شاید دیده باشن در بسیار ویدیوهای ما. صبر نیستی که در بالا شو که مسلم و که اخی و دیگر نوعش. همین امروز انشالله بعد از نماز جمعه هر انسانی که آمد به خاطر الله، به خاطر روز جمعه، برای همونها عکسی های و انشالله کم ویدیو رو پدیلیت سکن اگر که پرسمات رو خوب بگیره. روز دوشنبه یکی از عکس بهترین و کلان خواهیم کرد به خاطر الله و به خاطر برادران مسلمان. الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را نگهبان باشه. دعاهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای هر یک کدیم ما و شما تعلیم داده است اونها را بخوانیم تا اینکه از سحر و جادو نجات بیابیم، تا اینکه اونها برای ما و شما ضرر شدن نرسانند. یکی از اون دعاها اینه که بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. خداوند نگهبانتان باشه در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.